سلام، این هفته در آفساید پرچم خودمون رو غلاف میکنیم و موقتا اون رو کنار میذاریم، چون شنیده ها حاکی از اینه که آفساید گیری در نظام ولایت داره به یک رویه معمول تبدیل میشه و به نوعی کار ما رو ساده تر کرده. بعد از موجی که با افشا شدن فایل صوتی آقای منتظری در فضای مجازی ایجاد شد، در ابتدا همه مقامات نظام صبر کردن که موج مثل همیشه رد بشه و بره. اما بعد از اینکه دیدم که این موج تموم نمیشه و حالا هم قصد آروم گرفتن نداره، بالاخره مجبور شدن یکی یکی موضع خودشون رو مشخص کنن. این وسط علی مطهری در یک نامه علنی خودش رو از این جریان کنار کشید و گفت اونهایی که صداشون توی این نوار شنیده میشه بیان روشن بکنن که قضیه چی بوده. اینکه آیا حکمی از طرف امام بوده یا نه و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است. خوب است آقایان رئیسی، نیری و پور محمدی که در متن قضیه بودند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند. البته این جمله که حکمی از طرف امام بوده یا نه و اطلاعات ما ناقص است خودش تو آفسایده، چون الان هر الف بچه‌ای هم میدونه که اگر یه سرچ توی گوگل بزنه حکم خمینی با دستخط خودش در سایت‌های مختلف لیست میشه. در واقع جای هیچ ابهامی رو باقی نمیذاره. اما به هر حال این به ما نشون میده که در مقابل موجی که راه افتاده یک طیفی در درون نظام موزشون من خبر نداشتمه. اما اونایی که صداشون واضح توی نوار شنیده میشه دیگه نمیتونستن توی این موضع برن، از جمله پور محمدی. بودیم این حکمی که پشتم صرف هستم نداریم خراب بشه، زیاده روی و تندروی و بی‌حساب کتاب نشه. من چند روز پیش به آقایان عرض کردم که ما رفتیم همیشه بودی در دادگاه ایام محرم رو قطع می‌کردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید آقایان تا این حد رو محرم ما ادعای سازون نمی‌خوایم که مشهد ما به احترام محرم هیچ وقتی اجازه نمیدادن زمان ایام محرم کار بود. یه اختلاف عرف چیزی بوده اونجا. بعد خودم چیزم تو اصرارم بود که اگر میشه تموم بشه که ما دیگه نکشونیم. پور محمدی که صداش توی این نوار تابلو بود دیگه نمیتونست خودش رو به کوچه علی چپ بزنه، هرچند که تا قبل از اینکه این نوار افشا بشه تو کوچه علی چپ رانندگی میکرد. از جمله در سال 92 وقتی میخواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اون موقع کامل تو فاز شیببام بود. شیبدار چی؟ اعدام؟ دهه 60؟ دخالت من؟ ابداً. پور محمدی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که گفته می شود شما در دهه 60 لیستی از مجاهدین که قرار بود اعدام شوند نزد آیت الله منتظری برده و ایشان مخالفت کردند، آیا این خبر صحت دارد؟ گفت قطعاً دروغ است. من در وزارت اطلاعات یک روز هم پست امنیتی نداشتم. این خبر بخشی از فضاسازی است که مجاهدین در آن سالها علیه همه چهره‌های انقلاب داشتند. ما در آن زمان کسی نبودیم. اما امروز که پور محمدی از قضا توی این نظام خیلی کسی هست و دیگه همه چیز روتر از اونه که بشه پنهانش کرد، اینطور میگه: افتخار میکنیم که دستور خدا را درباره مجاهدین اجرا کردیم. با پیروی از دستورات و فرامین الهی توانستیم کشور را از شر دشمنان مجاهدین نجات دهیم. بعد هم که نامه نایب رئیس مجلس خودشون یعنی مطهری رو گذاشتن جلوش، با طعنه اینطور جواب داد: برخی دنبال تطهیر دشمنان این ملت هستند، در حالی که این افراد چیزی جز خیانت در پرونده خود ندارند. و چندی بعد خود خامنه‌ای به صحنه اومد و عین حرفای پور محمدی رو تکرار کرد. متاسفانه امروز برخی از سیاست‌های غربی سعی می‌کنن این روسیاها رو تطهیر کنند، منافقین رو به یه شکلی در موضع مظلومیت نشان بدند و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن،
حالا دستهای سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. اینجا بود که علی مطهری دوباره سوت و پرچم رو برداشت و یه بار دیگه پور محمدی رو برد توی آفساید و در جواب این حرفای مطهری یک نامه دیگه نوشت که اون رو هم علنی کرد. متاسفانه این مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی از آن ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و هیچگاه به سوال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفاً به جنایتکاری مجاهدین و عظمت شخصیت امام خمینی پرداختند و هیچ پاسخی به سوال ندادند. بله، سوال اصلی که هیچ کس توی این نظام بهش نزدیک نمیشه اینه که اصلا فرض بگیریم که مجاهدین خیلی بده ولی سوال اینه که بالاخره در سال 67 چه اتفاقی افتاد؟ ابعادش چی بود؟ اونهایی که دستن در کار بودن بیان بگن چی کار کردن؟ این موضوعیه که همچنان توی نظام ایجاد تنش میکنه و باعث شد که پور محمدی دوباره توی تلویزیون بیاد، این بار با صدا و تصویر خودش تا ثابت کنه که به معنای واقعی کلمه یک دراکولای عمامه داره. ما باید پاسخ بدیم، اونا باید بیان جواب بدن چه جنایتی در حق ملت ما کردن طبق تمام اقداماتی که شده، طبق نظام حقوقی. اگه کسی حرفی داره میتونه بیاد سوال جواب نظام حقوقی بکنه. حالا اونا در موضع اتهام دیگران کمک بکنن، بستر اتهام زنی اونا رو فراهم بکنن، حالا به قول زیر خاکی ملات زیر خاکی در بیارن. باز هم مغالطه و مثل همیشه دور سوال اصلی ویراج میده. یک سری اقداماتی شده طبق نظام حقوقی، هر کی سوال داره بیاد بپرسه. حالا همه سوال دارن ها، از خود مجلس دارن سوال رو میپرسن، جوابهای حقوقی باید داده بشه. باز خوبه که حداقل اینجا پذیرفت که یک سری اقداماتی شده، فقط مشکلش اینه که ملات زیرخاکی رو شده و قفل سکوت 28 ساله رو شکسته. یعنی بعد از 27 سال 2 مرتبه مسئله منافقین با 17,000 شهیدی که فقط در داخل بیش از 5-6 تا ائمه جمعه و سران نظام 72 تن شهید رجایی با هنر اینا، چرا الان باید مطرح بشه؟ این داستان در یک به تعبیر امروزی ها پکیجیه، یک بسته تهاجمیه. یعنی ببخشید دیدار ترکی فیصل با خواهر مریم رجوی در نشستی در فرانسه، الان چرا؟ در راستای اتفاقاتی که داره میفته در داخل و خارج، این رو هم باید منظوم اون داستان دید. این هم که خواست جواب بده دوباره رفت توی همون کلیشه همیشگی که مجاهدین این کار و اون کار کردن. حالا یه بحث پکیج هم گذاشت روش، ولی سوال اصلی چی شد؟ یعنی 67 بالاخره چه اتفاقی افتاد؟ جوابی نیست. نه اینکه این سوال ما باشه، این سوال مطهری نایب رئیس مجلس خودشونه، حداقل جواب اونو بده. بسیار خوشحالم از اینکه توی اینجا چهره‌هایی مثل این آقای مطهری مجلس و ابناهم اینجا، به جای این که بسیار خوشحالم و جای تقدیر داره از ایشون که به جای این که من 100 ساعت باید صحبت میکردم و میگفتم که اینها انحراف فکری دارن و دچار خزعبلگویی شدند، خودشون نه دم خروس بلکه خود خروس رو دارن نشون میدن و لذا باز هم مستدعیم که افاضات بفرمایند. حالا اینکه خروس تو زبان این یارو دقیقاً چه معنی داره معلوم نیست، ولی چیزی که روشنه اینه که این قضیه همه رو تو نظام به تکون واداشته، تا جایی که جوجه شماغداری مثل دهنمکی تئوری نفوذ رو مطرح میکنه که
ممکن اصلا کل قضیه زیر سر نفوذی ها باشه. یعنی اگر شما دبیر شورای عالی امنیت ملیتون هم بسوزه به عنوان یک مهره که میتونست تا سالها بعد تو انقلاب به دردشون بخوره، ولی وقتی اون رو میسوزونن یعنی آدمای مهمترین، یعنی اصل اطلاعاتی این رو ایجاد میکنه. و مجاهدین و سازمان منافقین آدمای دم دستی و کمبوشی نبودن که مثلا یه همچین مهره از گندگی رو بسوزونن. نشون میده که مهمتر از این آدم‌هایی وجود داره که بتونن رو حساب کنن. از 58 تا شهادت رجعی توی فاصله یه دهه‌ای حساب بکنید، 58 تا 60 که شهید رجعی شهید میشه، تا 78 که اتفاقات دیگه رو میفته، تا 88 که دیگه اتفاقاتی رو میفته، یعنی هر 10 سال یه هسته‌ای توی کشور وجود داره که تونسته بحران‌های مهمی رو توی کشور ایجاد بکنه. من همین الان میگم نگید پیشگویی یا رمالی، تحلیل اینو ایجاد میکنه که شما سال 98 تا مثلا به سال 1400 منتظر اتفاقات بسیار مهمی باشید که همین جریان نفوذی که اصلا انگشت اتهام به سمت فرد نبرید. هر کدومشون که میان قضیه رو یه طوری جمع کنن، بدتر دوباره آتیش رو گر میدن. علت هم اینه که این سونامی که راه افتاده با این حرفا جمع نمیشه. اگر واقعا میخوان شفاف سازی کنن و به قول اون دراکولای نظام همه چی طبق نظام حقوقی بوده و جواب حقوقی هم داره، خب بیان یه بیران بدن بگن تو سال 67 چند نفر رو با چه اسامی و به چه جرمی اعدام کردن. همین. اینقدر خریم ما، اینقدر دیوانه ایم. چو دانی و پرسی سوالت خطاست. اگر این کارم نمیتونید بکنید، پس منتظر باشید و ببینید که این سونامی چجوری روی سرتون آوار میشه.